سلام علیکم دوستان عزیز. یو چملاکو برنامه ما به همه شما معلوم است نام دارد شنیدن کی بود مانند دیدن. البته یک جای می رویم اینجا دهه سنتود است برادرای عزیز. از این گفتن ما پیش از نوار تماشا کردن به شما یک کمپانی خوب و بهترین توصیه میتونم، یعنی گروزا پریوز که از مسکو به تاجیکستان بار میارد. بار در تریتوری بزرگ لوبلینا و ساداباد جمع می شود. تریتوری مسکو دستافکا 20 پلاتین دوستان عزیز. بار به طرف شهر دوشنبه، شهر باختر، ناحیه یاوان، عبدالرحمن جامی، ناحیه غازی ملک، یعنی تمامی شهرهای جمهوری تاجیکستان بار شما را آورده ساق و سلامت میرسونند. کمپانی اکای بختیار و بهرام جان دوستان عزیز 6 تا رقم‌های تلفنشون در این روی اکران میمونه. مرامت کرده زنگ زنید بارای خود را به تاجیکستان روان کنید. سلامت باشید. کوچه سر قلا یک جای می رویم. اشتاره که گفتیم شنیدن کی بود مانند دیدن میبینیم و حلاوت میبریم. برنامه گفتنم که این برنامه را شما میتوانید از سامانه دوست مراد شریفوف یعنی دان جوان تماشا کنید و سرپرستی کلی برنامه ما سامانه دوشنبه لایف میرویم و میبینیم یک جای میکنیم کیف رفتیم. هاپا اینک دوستان عزیز یک جای برنامه شنیدن که بود مانند دیدن به ما معلومات دادن که انمجا اکای خالداربای پاوری نامی همین دهه سنتودار بوده است. یک جای میدونیم و میبینیم. استوب نکن خالداربای بیا بیا بچه بیا بچه کو السلام علیکم. و علیکم بر سلام. خوب هستین بابی جان؟ نغزین خدا بچه شما اکای خالمرود بچه تان میشه که خطان اکای خالمرود؟ بچه هم اینجا خانه خالداربای خالمرود نیست اینجا بچه تان هم نیست؟ نه بچه هم خانه خالداربای خشو گرفتی؟ بسیار تو کامری تخت رو بگیرد چقدر نیست خشو گرفتی که شما چی نام دارم گفته؟ خالداربای ما همین دهی سنتوده گفتن اکای خالمرود ما خانه پاور بوده در کن. ما اینجا در اینترنت برای چی من نفهمیدم. ما سیامکا میکنیم بنوارش میگیم بابای خالداربای. انا بعد باید ما در اینترنت ها میپرتویم هم مجا تا پند میکنیم هم مردم میبینه تلویزیونات رو تماشا میکنن بعد. انا بچه می رکلام میشه و تلویزیونات در رکلام میشه. ما همه اینترنت ها دیسکو و تلویزیون در رکلام میشه میکنیم. تا بچه خود من یه رکلام کنم تلویزیون انا باید بچه توری آمده که ما اوقات بازی نامی اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی اینا دو تا میدل ای پاوری گرفت که در همون جنگ فاشیستی انا دو تا میدل دیگه حسابی جنگم هم ای طرف ای اوقات تامین میکردم هم او طرف هم اسکران شرق هم فاشیستو را آه بچه چکل ایتان چم کنه بجا این که باشه موتر چم کنه بجا این باره نشو سالو هم بچه خانه دا بشینیم خانه دا شما پاور نخی؟ آه بچه ما اینک دوستان عزیز ما کمک نام او را خطا گرفتیم خالمرود نبو خالداربای این تحت چه کاری نمیشه اگر شما یک دوست سر ما از همه شما عذر میخوایم برادرای عزیز یکی ایجا شنگه میبریم یافتیم ملکه برادر عزیز انا آشپزی نام ما اشتراکی جنگ بزرگی وطنی خالداربای آشپزی نامی خودش همین جنگ اشتراکی جنگ فاشیستی در دوره نام برنامه ما نام دارد شنیدن کی بود مانند دیدن میرم امو میبینیم بیا مرا چه موزیکا بیا بوی خالداربای چول پایین که تو فقط بشی سوالای ما جواب بده تمام تو کامرا تو خول کایسو انا میخوام خشوع بوی خالداربای ما فقط در سوال میتیم تلویزیون در نشان بدیم ما فقط شما در سوال میتیم در وقت جنگ بود چقدر مشکل روبرو شدیم ما چقدر شما اوقات میپختین و چقدر سوالات در مقصد ارنده تقسیم میکردیم همین سوالای ما را پدراب جواب بدیم ما 5 6 سوال داریم خب ما برابر سر میکنیم دوستان عزیز برنامه شنیدن که بود مانند دیدن با استاد عزیز اشتراکی جنگ بزرگ وطنی یکی از مستفیدهای ستون دهه سنتوده
بابای خالداربای 101 نوبت داریم. 101 ساله مستقل که بینه در اشتراکی جنگ هستن بوزبلگی و یکی از رستم داستانی تاجیکستان از بابای خالداربای. من بابای خالداربای ما به شما سوال داریم که سوال ما همین است. شما کم ترک در سال جنگ اشتراک کردین به ما معلومات میدادین که چگونه وضع داشت همون سال چگونه شرط و شرایط ها بود. همین سوال ما داد جواب میدادید. چقدر شما اوقات میپختین چقدر شما خوراک میپختین به ارمیه تقسیم میکردید. معلومات میدادم الان با جان اوقات نامی جنگ بزرگی وطنی نامی اینکویده بودم الان چند نمود اوقات میپختم اونجا با جان من گرک شوربا میپختم کرم شوربا کپوت شوربا کپوت شوربا میپختم الان بسیار اوقاتای با مزه بالازد میکردم دا اونجا با جان الان بعد راستی که در اون سالها 41 و 45 جنگ به نهایت تند و تیز بود. شما اینقدر گروخ و مقصد کپوت شوربا و دیگر محصولات را از کجا دسترس میکردید؟ بچه ما طرفی مقابل رفته گرفتم میوردم که اینا گرک و پیاز نمیرسید پیاز همه چیزا را همه طرف رفته گرفتم میوردم اینجا اوقات میکردم انا ما همه اوقات بازی نامی که بودم همه اوقاتم که میپختم کاسکی نمیافتم کاسکی نمیافتم کاسکادا میگرفتم انا کلام کاسکادا که میگرفتم با طرفی همون مقابل میبردم فاشیستا دا بودم خود میبودم فاشیستا دا اوقات اوویا ما را پیاز میدادن گرک که میدادن با ما اوقات که میپختم وایلا اوقات میبردم باینه وقتی که رفتی هستم قدیر همه پیش همه نیمیسته فاشیستا که میبرامدن در زمین را گور میکافتم کاسکا را گور میکردم انا میپوشاندم آمده اوقات جسیده میستادم نیمیس میامد به جاکت میزد مایدان خوشو کامل بود کنده تا بردانه ما چخه رو اینجا اوقات کاسکا دا چخه میکفارم آدم کاسکا آخی منم سرم دارم خیلی بودم درباره اوقات گفتی واسیشا که نواسای با بیشا که کالتا کالا ویرا شدگیه کالا دا تیر پوچکا که بیسار که رسیدگیه برادرای عزیز بابای خالداربای هم فهمیدن نکن کالا کم ویرا شدگیه در سرش تیری پستله تیری افغانه پوچکا قطی زدگیه کالا قطی زدگیه دیدی؟ پوچکا قطی انا بابی جان با شما با ما معلومات میدادین که با چی نمود خوراک ها تیار میکردید آماده میکردید چی نمود مقصد که اوقات ها میکردید انا ما آش پلاو میکردم آش پلاوی تاجیکی خمو آش پلاو میکردم با چی نمیشی چی خیلی انا برنج که نمیافتم بچه که رفتا ای طرفی فاشیستا برنج میگرفتم میامدم راه تیرو توپوت جنگ آخه خودت بودم دیگه مگازین پر کرده فاشیستا را پرنده میگرفتم برنج؟ چخیل برنج؟ آخوازی گفتی این مقابل برنج آش میکردیم بود؟ بچه که کلا باید راشیدگی همچه خودگی کلا دیگه کار نمیکنم با چی کار منتج میکنم با چی کار رو میکردی؟ انا آشا که میکردم کافگیر که نمیافتم برفتای طرف مقابل کافگیر گرفتم میامدم کافگیر میگرفتم میامدم آشا میپختم آشا که میپختم آیا کس که باید چی که گرفته گردانده برده دادن نکره کافگیر میگرفتم اکا گردانده برفتنده انا همو جنگ تالا توپ به حد روز دهشت که بود همین مقابل آمده است یا جنگ بازار کلابکش میکردم یه پارتا میزد میدان همین میگیری که نام همو تالا توپ تالا میرفت کافگیر آدم کافگیر واقعی بود جای کافگیر با خوش میکنم با تالا موی روشیده نتالا جاش خیلی چی بگیر خشو خطا نکنه بابی جان با جان خدا او روزا به حد روزی دهشت بود او روزا خدا با هیچ کس نشان نتیاد انا سال جنگ بزرگی وطنی ولگاگراد دادیم انا لنینگراد دادیم خود مسکو دادیم انا آمدیم همین لاوی دایره دینه پرده انا ای همو طرف فاشیستا کو همه پوچکا قطی که زدن کو خودش انا تومره که نمیجد آمد زد فهمیده تومره که نمیجد که آمد زد اما اینا جوانی با تنوم با قوت که بوده تیر کارا که نکرد هر اینا برامده رفته در یک کریشه خانه زد کریشه خانه را تلاتوب کرده برده بود گفتنه که شما چپچه خورد رکشه چپچه خورده رفته کریشه خانه را پاود انا با جان هن سال وقت اوره بشما که ما نان خورده جنگ کردگیم خوشبیز جان او تماشاگیران عزیز چطوره که شما
شنیدن که بود مانند دیدن هم دیده ایستاده هم شنیده ایستاده بابای خالداربای 5 سال نان نخورده جنگیده میشنویم میبینیم بابای خالداربای حالا باید بچه و شما در این 5 سال چی خوردید؟ حقا خیلی خوردن که این بچه حقا خیلی خوردن خیلی خوردم میباشید انا بازم دوستان عزیز نگفتن منم که برنامه شنیدن که بود مانند دیدن شما تماشا کرده ایستاده انا بابای خالداربای چطوره که شما با ما گفتید که دو تاش از خرابپزی است و دو تاش اشتراکی جنگ یعنی که دو مدالتون از جمهوریتون است و دو مدال دیگر در جنگ اشتراک کردن بچه من این دو تا جای پاوری مای اوقات بازی انا این دو تا دیگه جای جنگه های جنگه انا یه روز بچه هم اوقات کردم همونجا در همون محلی جنگ در اوقات کردم 20 تا نیمی صفای رو کردم مهمونی 20 تا نیمی صفای رو کردم یه روز اوقات که کردم خیر کردن در کره که خیر 20 تا نیمی صفای 20 تا فاشیست فای رو کردم همونجا در انا شکمشون که سیر کردم که پریاتا خواب کردم جانا انا ای همین یک طرف همین پاشانا بریده اومدم پاشانا بریده اومدم با این طرف که تا اومدم انا با دستاشانا بریده رفتم دستاشانا بریده رفتم آخی بای خالداربای چی در کره برو خازم دادم یک اکبار سرشانو نبریدی ساری کی را؟ سری همون نویسان رو گفتی که خیر کردم آدمی خیر کرده که دستاشانو بریدی پوهاشانو بریدی باید یارو این قضا دادن چی در کار بود یک اکبار هم سرشانو میبریدی آخی فاشیست ها را میبریدم یه وای سر نداشتم یه سر میبریدم خواهد هم میبرستن یه خب تماشاگران عزیز چطوره که از دهن بابای خالداربای دیده ایستادیم یعنی شنیده ایستادیم بازم سوال و جواب میکنیم آخران سوال ما همین است که با چی تصورات ها در یاد شما موندن انا بچم 3 نفرمون در طرف همون فاشیستا در طرف همون نیمیسا که انا زالازنی خیلیدیم کاراگان خیلیدیم زالازنی که خیلیدیم که انا بعد همین 3 نفرمون همون تا استرای که کردن یکم آدم پرسیدن که مقصد امرهای بارو گذار تا نگاب زد امراتون در کجای گفته در کجای گفته پرسیدن مقصد قائل شوی هیچی که نمیپرانیم قائل که نشم میپرانیم قائل که نشه پراندن شد مرد تو آخر بعدی که پراندن آدم نمیپرن انا دویم آدم پرسیدن انا دویم آدم نکی پرسیدن که اوشم که قائل که نشه اوشم پراندن اوشم مرد انا دوستان عزیز تماشاگران عزیز نوبتی بابای خالداربای شما قائل شدید بچم نخواد که ما مردک شده امرهای برگزار ما بفروشیم همجا ما مردک که بود من نفروختم چیکار کردید بعد؟ آخه من پرانم من مردم بعد این خیلی شد بابای خالداربای تماشاگران عزیز همه شما معذرت میخوایم نگه یه چی دروغ نگفتید بابای خالداربای دروغ گفتم آخه عذر زیاد تماشاگران عزیز باقی برای همه شما با خدا روزهای نزدیک بازم انتظار باشه دیگر پاورها و آشپزهای نامی رو برای شما ما پیشکش میکنیم برنامه ما است شنیدن کی بود مانند دیدن سلامت باشید سلامت باشید همه کارو اجازه کنید همه خورنشون داری خیلی نه بیا بیا دروغ نمیگید مردم یا پیش دیدم که دروغ نگید یه بچه کجا رفتی آخه بیا مانه حالی ما دو تا استاره دیگه دارم آخه داری کارنامه‌های ما یکم تا تقدم بکنه میگن که همین حقیقت تلخه آخه یا پرم